همدیاران عزیز سلام علیکم. 24 ایولی 26 ایولی سال 2024 با شما انگور کشمیشی افسانه را شما میتونم بینید چقدر بزیب. این پخته رسید، بسیار بستگی همینجا. اون طرفش ولی سویا بوده، کم کم سبز است. دیگرش را بینید چقدر بسیار بستگی هست. و یکی از انگورهای پیشمزه به حساب می رود. من از من یک اگر شاید خوشش رو میچینم نشد شینگلچش رو در بلندیش خوشش نمیشود شینگلچش رو چیندم. من این کشمیشی افسانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دوتاش رو چشته بیم کنی چه خیش دست ها همین دراز است. بهترین کشمیش است، نهایت با مزه، شیرین. همدیاران عزیز از این کشمیش از من درخواست کنید آخر ماه نوامبر اول دکمبر میگیرید. در پناه خدا باشید.